سلام همراهان فلویکس تایم. من یک ویدیوی کوچیک اینجا میگیرم به خاطر اینکه هم یک موضوعی رو توضیح بدم، همین که توی تمریناتون من جلسه قبل یادم رفت اینو بگم. معامله گرا میگن که trend is your friend، روند دوست شماست و شما همیشه معاملاتون رو در جهت روند باید بگیرین. من یک خواهش که از شما داشتم توی تمرین هاتون وقتی مثلا در ترند آپ ترند دارین و در جهت دارین بر فرض مثال بریکات فیک بریکاتتون رو در میارین، ببینین که این روند که دوست ماست که دوست ناباب ماست. این ترند is your friend میشه دوست ناباب ما هم باشه. اینم توی تمریناتون لحاظ کنید. اما این جلسه خیلی کوتاه در مورد یک موضوعی میخوام صحبت کنم، اونم کانال های قیمتی هستش. وقتی شما یه دونه روند صعودی دارین، خب یک حمایت داینامیک دارین دیگه، بعد میتونین اون رو به شکل کانال در بیارین. یعنی قیمت میتونه توی یک کانالی حرکت بکنه. به این میگیم کانال صعودی، به این میگیم کانال نزولی. یعنی توی کانال نزولی هم بین این دوتا حمایت و مقاومت داینامیک دارن قیمت حرکت میکنه. البته به این حمایت نمیگیم، میگیم کف کانال. به اینم مقاومت نمیگیم، میگیم سقف کانال. حالا نقش مقاومتی رو اینجا ایفا میکنه. یه نکته خیلی مهمی که در مورد کانال ها هستش، ما سعی میکنیم روی کف کانال بخریم، روی سقف کانال بفروشیم، نه اینکه اینجا وارد پوزیشن سل بشیم به سمت پایین. خریدی که اینجا میکنیم، میایم این خریدمون رو اینجا میبندیم. اینجا باید تاییدیه تو تایم پایین تر بگیریم برای سل. توی این فراکتالی که ما میبینیم قیمت صعودیه، trend is your friend. خب پس ما روی سقف کانال سعی میکنیم وارد پوزیشن سل نشیم. دقیقا برعکسش همین پایین هم هستش. وقتی شما یک کانال نزولی دارین، ما سعی میکنیم سقف کانال فروشنده باشیم، سلر باشیم. کف کانال این پوزیشن سلی که اینجا باز کردیم اینجا ببندیم. دیگه از اینجا وارد پوزیشن بای نمیشیم به سمت بالا تا این سقف کانال. این مگه اینکه توی فراکتال پایینتر بیاین تاییدیه بگیرین، یک مثلا ترند صعودی داشته باشین، ولی توی این تایم توی این فراکتال ما نمیتونیم کف کانال بیایم به بای فکر کنیم. بریم روی چارت. مثلا ابزار کانال، اینجا شما یه ابزاری دارین پارالل چنل. خب به خاطر اینکه کانال بکشین دو تا سوینگ پوینت های نیاز دارین، یک سوینگ پوینت لو، یا برعکس دو تا سوینگ پوینت لو نیاز دارین، یه دونه سوینگ پوینت های، دو تا دره یه دونه سقف، دو تا سقف یه دونه دره. به این صورت بگم بهتره. خب مثلا اینجا سعی نکنین همه چی رو تو کانال بندازین. ببینین نمودار چجوریه. اگه میشه تو کانال انداخت که توی کانال قیمتی بندازین. الان من یک مقاومت داینامیک اینجا دارم. خیلی خوب، پس میام ابزار کانالم رو انتخاب میکنم. از قسمت پارالل چنل دو تا سوینگ های برمیدارم، یه سوینگ لو. این شد کانال من. بریم توی تنظیمات کانال، دوبار روش کلیک میکنم بیاد روی تنظیمات. خب ببینین یه دونه گزینه نیم اینجا داریم. وقتی من این نیم رو خاموش روشن میکنم این خط وسط میاد. این خط وسط به اسم میدلاین هستش. میدلاین همون کار حمایت و مقاومت داینامیک رو برای شما توی کانال انجام میده و قیمت میتونه با برخورد به این پایین بیاد و بالا بره. نقش حمایت و مقاومت رو دقیقا ایفا میکنه.
بعد اینکه مثلا بیایم 25 رو مثلا منفی 25 هم روشن بکنین یا 75 رو روشن بکنین، 25 و 75 دوباره میشه میدلاین این نصف کانال. ببینید الان اینجا شما میتونین کانال های تو در تو هم بکشین دیگه. کانال تو در تو یعنی چی؟ یعنی دقیقاً تا این قسمت یه کانال دیگه وجود داره. خب شما با همین یه دونه کانال میتونین 25 و 75 رو روشن بکنین. این خطوط هم به عنوان حمایت و مقاومت توی این کانال ایفای نقش میکنن. بعد همین 25 رو داشته باشیم، میدلاین رو داشته باشیم. خط صفر سقف کانالتونه، خط یک کف کانالتونه. میتونین رنگش رو از اینجا تغییر بدین. مثلا من همین آبی خوبه، آبی بمونه. بعد extended left line از سمت چپ تا بی نهایت کانالتون رو ادامه میده. extended right line از سمت راست تا بی نهایت کانالتون رو ادامه میده. بک‌گراندشه که من بک‌گراندش رو برمیدارم. الان کانال من به این شکل در اومد. یک کانال نزولی دارم اینجا. بذارین دوباره این کانال رو به این کفش رو دقیق تر بکنیم. سقفش رو بذاریم اینجا. خب سقفش اینجا. خیلی خوب. الان شما یک کانال نزولی دارین که میبینین که میدلاین واکنش های خودش رو داره. الان چرا میگم سقف؟ الان اینجا باید سقف کانال فروشنده باشین، کف کانال خریدار نباشین. ببینید شما وقتی سقف کانال میایین سل میزنین، کف کانال نمیتونین دیگه بای بزنید، چون این روند شما نزولیه. هر لحظه امکان داره که این کف کانال بشکنه. بعد یه موضوع دیگه هم توی تمریناتون مثلا اینجا ببینیم اینجا درست در میاد. خب ببینین الان اینجا من یه کانال صعودی دارم. اوکی، این کانال صعودیه من. خب نمیخوام کانال بکشم، من میگم که این یک ترند صعودیه توی این فرکتال. قبول داریم دیگه، این یک روند صعودی. خب این روند صعودی اومده تو برخورد سوم، این برخورد اول، برخورد دوم، دره دوم. من میتونم این حمایت داینامیک رو بکشم. شما باید اینجوری بکشید: برخورد اول، برخورد دوم، برخورد سوم. میگیم trend is your friend، در جهت روند ترید بکن. خب این برخورد سوم برای من فیک بریک آوت میشه. فیک بریک آوت گفتیم که میره برای سقف جدید، یعنی این روندش رو ادامه میده. اما اینجا چه اتفاقی افتاده؟ رفته بالا، همه بایرها وارد مارکت شدن، اما اومده برگشته و استاپ اونا رو زده. بعد اینجا اومده یک روند نزولی رو تشکیل داده. این روند نزولی، حالا اگه بگیم چه اتفاقی افتاده اینجا؟ دیگه اینجا کسایی که به سل داشتن فکر میکردن اومدن سل گرفتن، ولی باز برگشته استاپ همشون رو زده و در جهت همون روند صعودی حرکت کرده. اینجور جاها رو من میخوام که توی تمریناتون در بیارین. ببینین که این ترند کی با ترند میخوایم ترید بکنیم، کی این ترند داره دوست ناباب ما میشه. مثلا اینجا شما میتونستین سل بگیرین چون روندتون نزولی بود، ولی آیا این سل منطقی بود تا پایین؟ شاید از همینجا قیمت برمیگشت به سمت بالا. اینجا شما میتونستین بای بگیرین به سمت بالا. آیا این بای منطقی بود برای ورود؟ چون برمیگشت استاپتون رو میزد. خب اینا رو توی تمریناتون بهش دقت بکنید. من یک هدفی دارم که اینا رو اومدم از پایه به شما یاد میدم که اینا رو بریم بکشیم، ببینین که کی کار میکنن و کی کار نمیکنن. خب ما این بخش از آموزشمون تموم شد. داریم میریم از جلسه بعد سراغ کندلیستیک پترن ها. توی این بخش ما اومدیم
در مورد حمایت، مقاومت، بریک آوت، فیک بریک آوت، رول ریورسال، پول بک، ترند، انواع ترند، آپ ترند، داون ترند، حالت خنثی، ساید و در مورد کانال اومدیم یاد گرفتیم. تا جلسه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم.